که نقاشی بلد باشی نقاشی بکش پارت 2. امروز میخوایم با هم دیگه با پاستل روغنی نقاشی بکشیم. عشق مثل تو قصه ها نیست، حتی شبیه افسانه ها نیست. ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم، واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم. عشق همون چشمای خسته است، همون دستای سرد و پینه بسته است. پاستل تیتی تنها پاستلیه که تا حالا امتحانش کردم و داشتمش. پاستل خوب و نرمیه و تجربه نقاشی کشیدن باهاش خیلی خوبه. برای تمیز کردن پاستلا فقط کافیه که سر و تهشون رو تمیز کنیم و نیاز نیست بدنه هاشون رو تمیز کنیم، چون بالاخره اونا دوباره کثیف میشن. قطره‌های بارون روی آبشارای زندون، باد سردی که میپیچه تو موهای بید مجنون، مثل شاب حرک به امید بغل کردن مهتاب که شاید یه روز بیاد تموم بشه. بهترین کاغذی که میتونیم برای نقاشی پاستل استفاده کنیم کاغذ گرافه و من خیلی از این کاغذ گراف راضی هستم. برای طرح کشیدن ما نیازی به جزئیات نداریم و فقط حدود طرح رو مشخص میکنیم و البته که به جز کاغذ گراف هم میتونیم روی مقوای آبرنگ و مقوای فابریانو، مقوایی که برای مداد رنگی هم مناسبه، از اونا هم میتونیم استفاده کنیم. مشخصا من میخوام که این قسمت ها تیره تر باشن، پس به خاطر همین قبلش میام یه زیررنگ مشکی میزنم و بچه پاستل مشکی من رو به اتمامه و این دیگه آخرین تلاشاش بود. پس به خاطر همین اومدم از تیره ترین رنگ ها استفاده کردم، مثل سرمه‌ای قهوه‌ای که جای خالی مشکی رو پر کنم و بعد روی اینها سبز رو بزنم که تیره تر خودش رو نشون بده. سایه های روی دیوار، لب‌های تیره و تار، ما به کافه ها و دود سیگار، ما به شب
های تار دل بستی. بعد از کمی کار کردن با پاستل قلقش دستتون میاد و میفهمید که رنگ‌ها رو چجوری و کجا بذارید و چجوری با هم میکسشون کنید. به خنده های زیر بارون، به صبح باغ بهارون، به بیداری شبان، خواب روزها دل بستی. بهار ما گذشته شاید، بهار ما گذشته انگار، بهار ما گذشته شاید، گذشته ها گذشته انگار، نرا ببار. زیر درخت سپیدی با برگ‌های لرزان، گم شد نگاه آبی یک عاشق پریشان. اشک از دلش میریزد و ترانه‌ای میخواند، آهنگی که تا زنده ام در یاد من میماند. کجا باید از زیر بار آن زمان بگریزم، از یاد و جای خالی آن دوست عزیزم. عزیزم عزیزم، روی زمین نشسته و سر بر زانو گرفته، گونه هایش تر و سرخ و دلش خرد و شکسته. با گل‌های قالیچه و گلدان‌های پیچک، عجین شده تصویر او با آن اتاق کوچک. بخشید و اما رفت و با او خنده های او رفت، یک تکه از من هم با اسباب های او رفت. با او رفت، با او رفت. رسیدیم به آخر ویدیو. خیلی ممنونم ازتون اگه ویدیو رو تا آخر میبینید و نقاشی ها رو با من میکشید. اگر که نقاشی ها رو میکشید حتما توی آیدی اینستاگرامم که اینجا براتون میذارم برام بفرستید. باور کنید خیلی خیلی خوشحال میشم. و اینکه ممنونم بابت کامنت های زیبایی که برام توی ویدیوی قبل گذاشته بودید. نمیدونین چقدر انگیزه گرفتم، چقدر خوشحال شدم و چقدر دوست داشتم که زودتر از اینها ویدیو رو ادیت کنم و بذارم. مرسی از همتون. و اینکه برای ویدیوی بعدی داشتم به این فکر میکردم که نظرتون چیه با هم چند تا گل خوشگل با پاستل روغنی بکشیم و یاد بگیریم، یا اینکه دوباره منظره انجام بدیم، یا اصلا ما میتونیم آبرنگ بکشیم. نظرتون رو حتما توی کامنت ها بهم بگید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بای بای.